نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز بر شما در این ویدیو سه ذکر را برایتان میگویم که سه ذکر ریشه از قرآن کریم و حدیث و اقوال علما داره. پس این سه ذکر را وقتی که ما شما انجام بدیم، خداوند تبارک و تعالی به سبب از این سه ذکر روزی ما شما را گشایش میبخشه و این یک وسیله میشه برای فراوانی رزق روزی ما شما. پس پرحرفی نمی کنیم، میاییم سر اصل مطلب و ذکر اوله که ما شما او را بخوانیم و خداوند تبارک و تعالی رزق روزی ما شما را فراوان کنه. اول ذکر استغفار است، قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهربانی میکنه: من اکثر استغفارا جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حیث لا يحتسب. کسی که زیاد استغفار میکنه، خداوند تبارک و تعالی از هر تنگنای بر از او راه نجات میگشایه و او را نجات میده و همچنان از هر اندوه و غم او را گشایش میده و غم و اندوهش برطرف میکنه و همچنان او را روزی میده از جایی که نمیدونه. پس ما و شما نظر به احادیث شریف وقتی که زیاد استغفار کنیم، خداوند تبارک و تعالی رزق روزی ما شما را فراوان میگردونه. پس کدام استغفار را بگوییم تا که خداوند تبارک و تعالی رزق روزی ما شما را فراوان بگردونه؟ شما بگوین که استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. وقتی که این ذکر را ما شما بگوییم، این استغفار را ما شما بگوییم، خداوند تبارک و تعالی به سبب عظمی استغفار ما شما رزق روزی ما شما را فراوان میگردونه. میاییم سر دعا و ذکر دومی که کدام ذکر است که در زندگی ما شما رزق روزی را فراوان میگردونه. دعایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این دعا را کرده و این دعا به این شکل است که اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک. پس هر وقت که ما شما این ذکر را انجام بدیم و این ذکر را بگوییم، خداوند تبارک و تعالی رزق روزی ما شما را حلال و فراوان میگردونه. اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک. و همچنان بعض از علما گفته هر وقت که یک شخص بعد از نماز صبح این ذکر را 70 مرتبه بگوید، خداوند تبارک و تعالی در رزق روزی از فراوانی را میاره. و این ذکر به این شکل است که الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. این ذکر را هر شخصی که بعد از نماز صبح 70 مرتبه بگوید، خداوند تبارک و تعالی در رزق روزی از فراوانی را میاره. پس بینندگان عزیز و ارجمند، خداوند تبارک و تعالی ما و شما را توفیق عنایت کنه تا این کار را که بر شما گفتم بخوانیم و تمام مشکلات ما شما رفع شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.